مکتب ابتدایی در امارات متحده عربی آغاز کردم. مهمترین تصمیم بود که باید ریسک کنم تا اینکه بتونم راه پیدا کنم. وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. به یکی از برنامه‌های ویترین خوش آمدین. امروز افتخار مصاحبه با خانم رویا ترکی را داریم. خانم رویا ترکی کسی که تجارتشان، بزنسشان برای خانم‌های زیادی زمینه اشتغال ایجاد کرده. خانم ترکی خیلی خوش آمدین به برنامه. به نام خداوند، یک سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحال به این هستم که فرصت دارم تا از مسیر و تجاربی که دارم امروز با شما در میان بگذارم. رویا ترکی هستم، مدیر مسئول مرکز آموزشی و فناوری رومیسا. متولد سال 1374 هستم و مکتب ابتدایی در امارات متحده عربی آغاز کردم و دوره لیسه در افغانستان هرات لیسه هوات ختم نمودم و راهی دانشگاه در رشته پانزه هنرهای زیبا تمام کردم و امروزه تجارت با خیلی یک محدوده بسیار کوچک از یک نقطه بسیار کوچک شروع کردم و بسیار خوشحال به این هستم که توانستم برای تعداد 30 تن از خانم ها زمینه کسب و کار فراهم بسازم. شروع تجارت چقدر سرمایه داشتیم و با چه سرمایه شروع کردیم و در حال حاضر چقدر درآمد داریم؟ خیلی موضوع مهم و درست اشاره کردین. به نظر من مبلغ و ارقام مهم نیه. ای که اراده قوی داشته باشی، ای که جرأت و شروع یک مقطع خواسته باشی انجام بدی و ای که یک کسب و کار برای خود راه اندازی کنی و در کنار تو زمینه مساعد برای دیگران هم بسازی که برای خودشان کسب درآمد کنن. به نظر من این بهترین موارده. از ارقام اگر 100 افغانی هم داشته باشی ولی باید اراده قوی داشته باشی برای شروع کردن هم. بسیار عالی. با صحبت شما کاملا موافق هستم، اما یک موضوعی که من احساس میکنم تجارت بیشتر از خانم ها در کل تجارت مورد چالش قرار میده این هستن که بیشتر دوستا خیلی ایدئالگرا هستن. اول میان با یک سرمایه خیلی کلان وارد تجارت میشن، بنابر او نداشتن تجربه به شکست مواجه میشن. در این مورد ذهنیت شما چطور است؟ دختر خانمایی که مایل هستن تجارت شروع بکنن چطور شروع بکنن و با چه ذهنیتی شروع بکنن؟ در قدم نخست باید یک تجربه کاری داشته باشن، پلان و هدف گذاری درستی داشته باشن و به نظر من اگر اونا به گفته شما از یک مبلغ بسیار بزرگی شروع میکنن و همه در یک قسمت کسب و کارها پیاده میکنن، بزرگترین ریسک انجام میدن. با اینکه تجربه کمی دارن و سرمایه اضافه راه اندازی میکنن و یک شکست بسیار بزرگی در او دارن. و به نظر من این که اونا باید اگر به طور مثال اگر 2 لک افغانی یا 1 لک افغانی دارن میتونن که نصف از او پلان بگذارن و نصف از او سرمایه گذاری کنن تا اینکه بازار پیدا کنن، خواستار و تقاضای بازار ببینن و بعد از او اگر یک قسمت تا شناخت بازار، تا شناخت ای که چه قسم یک محصولی عرضه کنن با بازار، تا او قسمت اونا میتونن برای شناخت از او تا راه خود پیدا کنن صحیح و درست، میتونن که او قسمت اگر ریسک هم بکنن مانعی نیه برای فهمیدن از اونا، برای آگاه بودن بزنس از اونا، ولی استرس از این دیگه ندارن چون یک مبلغ دیگه هنوز مانده. وقتی راه خود پیدا کردن میتونن از استفاده کنن برای شروع ابدی، حتی اگر کسب میکنه، حتی اگر ضرر رو زیان میکنن، ولی به حرکت بعدی اونا متوجه از این میشن که چه قسم و از کدوم راه باید پیش برن. بسیار عالی. اگر برگردیم به سوال اول
که در نخست شما چقدر ریسک کردین و این ریسک مبلغ و حدوداً چقدر بوده؟ اولین تجربه‌ای که من در بزنس داشتم این بود که یک ماشین بزرگ حمل و نقل راه ایران هرات خریداری کرده بودیم و به سرمایه زیاد $20,000 شروع کرده بودم و تجربه هم بسیار کم بود و در اون قسمت ریسک بسیار بزرگ انجام دادم. بله. و این ریسک منجر به شکست شد؟ 100% بله. تجربه بعدی من این بود که تقاضای بازار زیاد بود. تقاضای بازار از یک نوع محصولی که من ساک یک بار مصرف بود و حتی قرارداد از او هم گرفتم و مشکل و چالشی که بعدها به سر راه ما قرار گرفت انتقال ترانسپورتیشن از او بود که قرارداد قسمیه که وقتی قرارداد با بازار بسته میکنی باید به اسرع وقت جنس باید به دست مشتری رسیده بشه و با مشکلاتی که حمل و نقل من بعضی مواقع برمیخوردم این شد که مشتری از دست بدم و این برای من زیاد تجربه بسیار خوب شد که طبق تقاضای بازار تقاضا یعنی بیش از حد بود. مثلا در ماه 20,000 خریطه یک بار مصرف من تقاضا داشتم از یک مارکت تنها و باید من پلان این قسمی باید می بود که حمل و نقل صحیح اداره و کنترل میکردم چون انتقال از یک کشور به کشور بعدی رسیدن مواد خام از او بسیار مشکل ساز و این باید کنترل میکردم. بسیار. و این تجربه هم منجر به از دست دادن مشتری شد. بسیار. و من فکر میکنم این تجربه ها باعث شد که برند موفق از شما شکل بگیره و نمیتونیم نام او رو شکست بگذاریم، نام او رو تجربه بگذاریم، تجربه‌ای که منجر به موفقیت بعدی میشه. درست؟ و موضوع خیلی خوب گفتین تا همون شکست نباشه موفقیت وجود نداره. تجربه های تلخی که هر یکی پی در پی برای ما ایجاد میشه یا به وقوع میپیونده هر کدوم از اونا یک موفقیت های بیشتریه به نظر من. قدم ها خود سنجیده تر میگذاری با پلان، با برنامه، با آگاهی بیشتر میتونی که راه رو دقیق تر پیدا کنی. ترکی عزیز، در لابلای صحبت ازی شد که مکتب ابتدایی رو در دبی تمام کردیم. آیا تجربه زندگی در یک کشور غیر از افغانستان باعث شد که ذهنیت کلان داشته باشیم مثل ترانسپورت که گفتیم و تجارت کیفیت و مصرفی که با کشور غیر افغانستان داشتیم و یا نه آهسته آهسته داخل خود افغانستان تجربه رو به دست آوردیم که ذهنیت در شما شکل داد؟ وقت اگر بیایم روی این موضوع بحث بکنیم اینه که حالا هر محیط یک تاثیرگذاری خاصی داره روی طبیعت انسانی. شاید میتونیم 50-50 موضوع بررسی کنیم با شما. 50% ای که در این محیط بزرگ نشدم و 50% در میمانیم که برای بعدها و تجارب و ای که مرحله به مرحله پیش رفتم و مرحله به مرحله گزینه‌های بیشتر در افغانستان متوجه شدم و یک موضوعی که بسیار برای من خوشایند بودی که یک سازمان خود تشکیل بدم، نه ای که مثلا همیشه من یک کارمند بمانم. دوست داشتم که همیشه یک کارآفرین موفق خود باشم و این بسیار برای من خوشایند بود و تلاش زیاد به این خاطر کردم که باید خود یک کارآفرین باشم، یک محیط شخصی خود داشته باشم، یک کار شخصی خود بنیان کنم و اساس و پایه از بگذارم. سخت‌ترین روزی که در مسیر بزنس و تجارت داشتین چه زمانی بوده و با چه شرایطی بوده؟ در این روزی بود که من یک کار از یک مقطع کوچک از یک میتونم به اصطلاح گفت از یک دکان بسیار کوچک تولیدی شروع کرده بودم، راه رو پیدا کرده بودم و اون میخواستم گسترش بدم به از مکان بزرگتره و در عین حال همون روزی که من انتقالات این کار انجام میدادم به من زنگ آمد که زودتر بیا به خانه بیا و این دریافت کردم که خداوند ببخشه پدر ما وفات کردن
و سختترین روز هم میتونم گفت برای من بود و همچنان باز هم من تسلیم نشدم و هم و زانوی قلم در بغل نگرفتم که باعثی که عزیزترین شخص از زندگی از دست دادم و روز چهارم بود که من پس دوباره فعالیت ها را آغاز کردم و تسلیم نشدم و دوباره هم به همون راه و به همون فرصت هایی که قبلا برای خود ایجاد کرده بودم بازم ادامه دادم. خداوند رحمتشان بکند و در این قسمت فقط گفته میتونم که به شما افتخار میکنیم. موانع گاهی وقت از انسان شخصیت موفق‌تر و قوی‌تر میسازه، اما گاهی باعث میشه که نفر استوب بمانه و اینکه شما تونستین از این موانع بگذارین بزرگی شخصیت شما و دیدگاه شما نشان میده. خانم ترکی گفته بودیم که محصل هنرها بودیم. چطور یک محصل هنر تونست در تجارت راه خود پیدا بکنه و چطور تونستین که یک وجه مشترکی بین این دو رشته ایجاد بکنیم؟ یک موضوعی که خیلی مهمه اینه که رشته‌ای که من فارغ شدم و با کاری که فعلا دارم خیلی همخوانی داره و توانستم یک طراح خیلی خوب باشم. یک موضوعی که حالا من مثلا یک مهارت خاص در خیاطی ندارم چون نخواندم و عملی کار نکردم در بخش، ولی با رشته هنرهای زیبا که من به اتمام رساندم خیلی بهتر تونستم که با درخشم طرحهای بسیار خوب برای تولید بدم. حتی گاهی مواقع بسیار یک نکته های ظریف، نکته هایی که حتی خود همکاران متوجه نمیشن یا مشتری ها متوجه نمیشن من میتونم با همون طرح برای از اونا نشان بدم. یعنی فعلا تجارتی که من انجام میدم با رشته تحصیلی من خیلی همخوانی داره. دقیقاً. و خیلی خوب هست که شما تونستین این وجه مشترک پیدا بکنید. خیلی از دوستا که میان مثلا اگر رشتهشان چیز دیگری هست میان بزنس شروع میکنن و نمیتونن این ربط پیدا بکنن، به نظر من دوباره از صفر شروع میکنن. ولی شما تونستین یک ربطی رو پیدا بکنید، یک پله بالاتر بودید و به نظر من یک پله نه چند پله بالاتر بودید، چون تونستین یک مزیت داشته باشین برای تجارتتون. فرق نمیکنه که رشته تحصیلی که ختم میکنی با بزنس تو همخوانی داشته باشه. تو باید یک مدیر موفق باشی، یک پلان و ایده های مختلف در رشته تجارت داشته باشی و من تنها نمیخوایم به همین تولید لباس که فعلا دارم و زمینی ایجاد کردم متکی باشم و پلان ها و پروپوزال های بعدی هم دارم که حتی روزو من صحبت کردم، روزو من پلان و ما پروپوزال نویسی خود انجام دادم. انشالله با آینده های بسیار نزدیک دوست دارم که او پلانه ها و ایده ها خود هم شروع بکنم و طبق گپ شما رشته مهم نیه، ای که علاقه زیاد به تجارت بود و از تجارب و از نکات و سرگذشت هایی که قبلا برای من انجام گرفته شد میتونم یک بحث های مختلف، حالا چی تولید لباس باشه چی دیگه بخشی از تجارت باشه، هر کدام به گونه های مختلف میتونم یک نتیجه صحیح داشته باشم. خانم ترکی عزیز، فکر میکنیم بزرگترین دستاورد زندگی شما چه در تجارت چه در زندگی شخصی تا به حال چی بوده؟ ای که تانستم سرپا خود ایستاد باشم، ای که تانستم یک فرصت شغلی شخصی برای خود ایجاد بکنم و ای که تانستم نه تنها برای نه تنها خود سرپا کنم بلکه یک امیدی باشم من برای خانم‌های بعدی که فعلا خیلی از خانم‌ها گاهی مواقع از من مشوره های کاری زیادی میگیرن. حالا ما ذکر کردم میتونه از یک پای چرخ شروع کنه، میتونه مثلا این خانمی که فعلا با من زنگ زد نیاز داره از ایران آماده، من بیشتر مهاجرین همکاری میکنم در این زمینه، خیلی از مهاجرا رو همکاری کردم، مثلا مشکلات داره، فامیل داره، مثلا طفل خود داره نمیتونه به محیط کریم داخل بشه، میگه اگر تو داشته باشیم کنار به خونه خود مثلا یک پای دو پای چرخ دارم سه پای دارم، شوهر من به کنار من همکار همزمان میتونم به خونه خود رسیدگی کنم، همزمان میتونم با تو کار کنم، یعنی در کنار من او هم به خونه کار میکنه،
هم راحت درآمد داره، هم راحت میتونه که چی کنه با ما همکار باشه. از لحاظ هنر خب که وقتی حتی بی سوادترین خانم ها رو میبینی، این کاش که این موضوع رو من میگفتم، گاهی بعضی مواقع میگن ما سواد ندارم، بعضی خانم ها میبینی بی سوادن، چنان هنر داره، چنان دستکار داره، بیترین قلیم بافه، بیترین خامک دوزه، مثلا بیترین گلدوزه، بهترین موردوزه. یعنی مثلا شما ببینید، یعنی یک خانمی که حتی بی سواد هم میتونه از هنرها استفاده کنه. یعنی تنها سواد مطرح نیه به جامعه ما شما، از هنرهایی که دارن که میامال اگر ما شما نگاه کنه که مردم خارج به این چیزا حتی خانمان دسترسی ندارن، هنر ما خیلی بالاه. خانم ترکی عزیز، به نظر شما مهمترین بخش در تجارت کدام بخش است؟ مهمترین بخش مدیریت کردنه. بعضی خانم ها سیستم مثلا می سازن و بعضی خانم ها داخل خود سیستم کار میکنن. میتونم به یک نحوی گفت که خانم ها مثلا بعضی ها وقتی که یک مرجع و یک بزنس ایجاد کردن، شب هم کار میکنن، روز هم کار میکنن و از تمام تفریح ها خب، وقت مطالعه کردن خب، وقت ای که با فامیل سپری کنن، همه وقت کار میکنن. و با همچون خانم های زیاد سر کار داشتم که حتی بعضی مواقع برای گفتن که ما همیشه وقتی آمدیم تو مصروف هیچ وقت در کار ندیدیم که همیشه مصروف کار باشی، استراحت میکنی و تفریح میرسی. خب باید قسم سیستم بسازی که حتی اگر خود تو هم نبودی داخل کار، بتانه همو کسب و کار تو جریان داشته باشه. قسم نباید کسب و کار خود را ایجاد کنی که اگر در همو موقف خود تو نبودی، وجود نداشتی، حضور نداشتی، کار هم بند بشه. من هر چقدر که با شما صحبتون ادامه پیدا میکنه، متوجه عمق صحبت های شما میشم و عمق آگاهی شما در تجارت. من بعید میدانم که این عمق برگرفته از تنها تجربه باشد. فکر میکنم چیزی بیشتر از این پشت سر او هستن و فکر میکنم که چیزی فراتر از منبع مالی هستن. این ذهنیت و این عمق چطور تونستین که به دست بیارید؟ میتونم خیلی یک جواب کوتاهی برشون بگم. از جرأت. مهمترین کاری که میتونیم روز انجام بدی در قدم نخست باید جرأت داشته باشی که جرأت باعث موفق بودن تو میشه. حتی زمان شده که من شاید در اون قسمت حتی بودجه نداشتم، حتی یک سرمایه بسیار کوتاه اندکرم نداشتم، ولی پلان از او داشتم و راه از او پیدا کردم و بعد از او شروع کردم. اما جرأت نبوده که توانسته زمینه همون راه ایجاد کنه برای من. به نظر من هیچ وقت متکبی نباشم که در قدم اول باید پول باشه، سرمایه باشه و بعد اونا شروع کنن. اگر اراده‌ی قوی و جرأت صحیح نداشته باشن، نمیتونن که راه رو پیش بگیرن و موفق مهمترین برن. تصمیم شما در عرصه تجارت چی بود که باعث شد موفق شید در این زمینه؟ مهمترین تصمیم بود که باید ریسک کنم تا که بتونم راه خود پیدا کنم. مثلا همیشه قسم نباشه که کیفیت فدای سود کنم و با تصمیم های بهتر، با راهکاری‌های بیشتر و همین کار باعث ازی شد که مشتریای بیشتر جلب کسب و کار کنم و مشتریای بیشتر داشته باشم در عرصه کار. بسیار خوب. صحبت از ریسک کردیم. به نظر شما اگه تعریفی از ریسک داشته باشید چی است؟ اگر شخص بخواد تجارت آغاز کنه و اگر بگه در شروعات کار خود ریسک نداشتم و ریسک نکردم، من دقیقا صحبت حذف میکنم. به دلیل از اینکه اگر در کسب و کار ریسک نکنید، راه خود پیدا نمیکنید.
رویا جان عزیز، برنامه شما برای آینده چی است؟ در 5 سال آینده خود و تجارت خود در کجا تصور میکنید؟ در 5 سال آینده میخوام یک کارآفرین بسیار موفق باشم. نه تنها در رشته تولید لباس، بلکه بیشتر هم ذکر کردم به 2 پلان بعدی که طرح و پلان ایجاد کردم. انشالله میخوایم اونا هم پیاده بشه و بتونم زمینه کار برای خانم های بیشتره، نه تنها برای خانم ها. و من زمینه کار نه تنها برای خانم ها نبوده بلکه برای آقایون هم بوده که در حصه مارکتینگ، بازاریابی، در حصه برای از اونا هم کسب کار ایجاد کردم. و دقیقا میخوام در 5 سال آینده نه تنها در سطح بین المللی شناخت در بخش ملی البته باشیم، در بخش ملی میخوایم که یک برند رومیسا دقیقا دقیق بدرخشه و نام رویا ترکی در 3 طرح و پلان کاری که داره میخوایم در 5 سال آینده در سطح ملی واقعا یک نام و برند بسیار عالی داشته باشه. خانم ترکی عزیز، کلام آخرتان برای بینندگان ما. موضوع آخر من این هست که هیچگاه خانم ها منتظر شرایط کامل نباشن، که هر زمان شرایط کامل بود، فرصت ها همه مهیا بود برای از اینا اونا شروع کنن. هیچگاه به این موضوع فکر نکنن. از هر نقطه‌ای که میفهمن از این قسمت باید شروع کرد، از این قسمت بدون ترس، بدون کدام هراسی شروع کنن و در کنار از این صبر داشته باشن. این خم نشه که اگر من کسب و کار انجام دادم چرا نتونستم موفق باشم. بعضی کسب و کارها شاید 2 سال بعد، شاید 3 سال بعد بهترین نتیجه بده، حتی با شکست های مکرر باز هم بهترین نتیجه میده و این صبر که اونا رو به یک جای میرسونه و باید بدون ترس و با جرأت کامل قدم به قدم ها خانم ها بر بدارن و میخوایم که خانم های افغانستان یکی از درخشان ترین خانم ها در سطح جهان باشن و هر جایی که از خانم افغان یاد بشه به یک نحوه از قوی بودن، از شجاع بودن از اونها همیشه یاد بشه.